امروز میخوام در مورد ترکشن برای استارتاپ ها صحبت بکنم. ممکنه که خیلی به این سوال برخورده باشید که ترکشن چی هست یا اینکه مباحثی که صحبت میشه باید استارتاپ بیزینس ترکشن داشته باشه و بتونه ترکشن مناسب و قوی رو به اداره مهاجرت یا designated entity ارائه بده. خیلی از افراد ممکنه که فکر بکنن ترکشن همون معنی فروش یا درآمد رو داره، اینکه شما چقدر پروداکت یا محصولتون رو یا سرویسی که ارائه میکنید رو تونستید ازش پول در بیارید و درآمدتون چی بوده. و بعضی از افراد فکر میکنن که دقیقاً این عدد درآمد برابر با ترکشن هستش. اما اگر بخوایم یه مقداری این رو دقیق‌تر و شفافتر نگاه بکنیم، ترکشن در واقع فقط معنی درآمد یا در واقع بحث مالی بیزینس یا استارتاپ نیستش. ترکشن هر آنچه که نشون میده برای بیزینس شما یک بازاری اون بیرون وجود داره میتونه از جنس ترکشن باشه. حالا چه مواردی جزء ترکشن محسوب میشن؟ این که شما از یک سری از افرادی که شاید اینترویوشون کردید یا کاستومرهای احتمالی شما در آینده خواهند بود یک چراغ سبزی گرفتید و متوجه شدید که پروداکت یا اون سرویس شما رو دوست دارن، حاضرن که در آینده براش مبلغی رو پرداخت بکنن و از اون سرویس یا پروداکت شما استفاده بکنن. در واقع داشتن ترکشن این رو نشون میده که شما یک مشکلی رو توی بازار به درستی شناسایی کردید و یک راه حل و یک سولوشنی رو برای پاسخگویی به اون مشکل و اون نیاز در اختیار کاربرانتون قرار میدید. در ویدیوهای بعدی سعی میکنم که جزئیات بیشتری رو بهش بپردازیم و همینطور مثالهای بیشتری رو در این خصوص با شما به اشتراک بگذارم. اگر این ویدیو یا ویدیوهای قبلی براتون مفید بوده ممنون میشم که این رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. شاید این ویدیوها به اونها هم کمک بکنه.